ترمیم پلیزر. پیشنهاد میکنم این آموزش ارزشمند رو از دست ندید. خب دخترها، برای اینکه ترمیم پلیژل رو شروع کنیم اول موادی که هست رو ریموو میکنیم. اگر لاکشل دارین قبلش لاکشل رو ریموو کنید. میریم شروع میکنیم. با سرسان کاغذیتون با دور زیاد سعی کنید رو صدف ناخن نرید که آسیب نبینه صدف ناخن. اگر جایی هوایی داره حتما هواش گرفته بشه. حجم موادمون رو کاملا کم میکنیم. من میخوام الان ترمیم کنم، بنابراین کل موادم رو ریموو نمی کنم تا جایی که برای ترمیم مناسب باشه. اگر جایی از کارتون لیک داده حتما اون قسمت رو بگیرید، برای اینکه اگر نگیرید همون باعث میشه که ناخن مشتری قارچ بگیره. خب بعد از اینکه حجم موادم رو کم کردم، اینجا وقتی دارم حجم موادم رو کم میکنم فرمی که میخوام برای ناخن در نظر بگیرم رو هم در میارم. حالا این ناخن من بادومیه. یه سوال اینجا پیش میاد که اگر مشتری زمانی بخواد فرم ناخن بادومیشو به مربعی تغییر بده، آیا من حتما باید فرمر بذارم این کار رو انجام بدم یا نه اگر فرمر نذارم با مواد هم میتونم این کار رو انجام بدم؟ خب دو تا سوال دیگه باز پیش میاد، اینکه آیا مشتری قد بلندتر از اون قدی که روی ناخنش هست رو میخواد یا نه رو همون قد فقط میخواد یه فرم مربعی داشته باشه ناخنش. اگر مشتریتون قد بلندتری خواست شما حتما باید فرمر گذاری کنید و قد ناخن رو بلند کنید. اما اگر نه قد ناخنش رو نمیخواد بلند کنه شما نیازی به فرمر ندارین و میتونید همون ناخن رو به شکل مربعی مواد گذاری کنید. حالا الان بهتون میگم که چجوری باید مواد گذاریش کنید. خب میریم سراغ مانیکور کردنمون. با پوشر کوتیکولا رو میدیم عقب. خب میرم سراغ سرسان مانیکورم. و کامل کوتیکولم رو باز میکنم. اگر جایی پوسته‌ای چسبیده بود قشنگ با این سرسان میتونید تمیزش کنید. خب حالا با نیپر قشنگ میچینم. خب کاملا کوتیکولامو چیدم. حالا با استفاده از سرسان میکروفونی قاب ناخنمو در میارم و تمیز میکنم. حالا گفتم میخوام فرمش رو به مربعی تغییر بدم، بنابراین سرسانم رو میذارم
و سر ناخونم رو یکم صاف میکنم. اگر کامل روی همین بخوایم مواد گذاری کنیم یه فرم گلدونی بهتون میده. پس من فقط سرش رو صاف میکنم. صدف ناخونم رو مات میکنم، خط و خش میندازم و آماده مواد گذاری میکنم. خب کاملا با پد و کلینزر سطح ناخون رو تمیز میکنم که هیچ گرده ای نمونه. خب حالا میرم سراغ پلیژلم. دستمال بردارم. خب دهیدراتور اگر به پوست دست بگیره اشکالی نداره، اما پرایمرتون رو سعی کنید به پوست نزنید. اگر هم زدید تمیزش کنید. خب یه کوچولو میمونیم که پرایمر خودش رو بگیره و بعد بیسمون رو میزنیم. من از رابر بیس دارم استفاده میکنم. شصت ثانیه یووی. خب بعد از اینکه بیسم خشک شد با استفاده از قلم ژلم که یه طرفش اینجوری کاردکیه، پلی ژلم رو بر میدارم میذارم نزدیک. سلام، پیشنهاد میکنم اگر چنل رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم یادتون نره. نزدیک به صدف این سمت قلمم کامل تمیز میکنم. خب تو این مرحله سعی کنین خیلی از کلینزر استفاده نکنید. هر جا که احساس کردین قلمتون به ژل میچسبه، مثل این ببینید الان چون کلینزر نداره میچسبه، بنابراین اون موقع میتونید از کلینزر استفاده کنید. زمانی هم که دارین از کلینزر استفاده میکنین قلمتون رو میزنین داخل کلینزر، حتما اضافهش رو با دستمال یا پد بگیرید، زیاد کلینزر نمونه روی قلمتون. خب هلش میدم. ریشا کاملا نازک. قشنگ با قلمتون میتونید ریشهاتون رو فیکس کنید و مواد رو هدایت کنید. بچه‌ها گفتیم که پلیژل تا زمانی که داخل دستگاه یووی نره خشک نمیشه، بنابراین تا هر زمان که بخواید میتونید باهاش کار کنید
و بهش فرم بدید. خب من ناخونم بادومی بود، الان میخوام اینجا فرم مربعی در بیارم. چون خشک نمیشه این خوبی رو داره که میتونید همینجا بهش فرم دلخواهتون رو بدید. قشنگ ساید بالاتون رو درست کنید. فشار دستتون رو فقط باید کنترل کنید که خیلی فشار ندید و فرمش رو خراب نکنید. خیلی راحت میتونید هر فرمی که میخواید زمان ترمیم با پلیژه درست کنید. خب چک میکنم. خب این میشه مواد گذاری ما. ریشه کاملا نازک، فرمی که میخواستیم در نهایت در آوردیم، ساید وال هامون کاملا موادش به اندازه است. قوس ناخون رو داریم، میذاریم داخل یووی خشکه و بعد سوهان کشی کنیم. خب بعد از اینکه خشک شد، تمام ژل ها بعد از اینکه خشک میشه سطحشون نوچی داره. وقتی دست بزنی بهش یعنی اینکه میچسبه به انگشته. این دلیل بر این نیستش که ژل شما خشک نشده، به خاطر اینه که سطح تمام ژل ها حالت نوچی داره. بنابراین با پد و کلینزرمون نوچی سطح کارمون رو میگیریم و آماده سوهان کشی میکنیمش. بچه‌ها اصلا از کار کردن با ژل نترسین. واقعا کار کردن با ژل هم راحته، هم اون ظرافتی که میخواید رو به کارتون میده، در عین حال مقاومت هم داره. بنابراین از ژل ها استفاده کنید. خب یه دورگیری خیلی کم دارم برای اینکه ریشه کارم کاملا تمیزه و هیچ موادی نچسبیده. سرسوهانم هم بگم من با استفاده از این سرسوهان دامنی شنی دورگیری میکنم. میتونید از استوانه شنی هم استفاده کنید. خب یه لبش رو میندازم بین مواد و پوست. حالا سطح کارم رو سوهان کشی میکنم. من برای سطح کارم از سوهان کاغذی نرم استفاده میکنم. اگر جایی از هم ناهمواری داره کاملا اون رو از بین میبرم. با استفاده از سوهان دستی
در راستای ساید وال ها هیچ پله‌ای نمیندازم اینجا. در راستای ساید وال ها ساهان کشی میکنم. بچه ژل خیلی از پودرها نرم ترن، بنابراین ساهان کشیشون کمتر و راحت تره. میبینید بچه ها من ساهان رو چجوری میگیرم؟ در راستای ساید وال هاتون باید بگیرید. هیچ پله‌ای نباید بیفته بین فرمی که میخواین بدین و ناخن. نترسین، قشنگ اینو ساهان کشی کنید و فرمی که میخواید رو در بیارید. برمیگردونم. خب حالا میرسیم به زیر کار. زیر کارتون رو حتما ساهان کشی کنید. الان بهتون نشون میدم. یه لحظه سر ساهانم رو عوض کنم. خب این میشه زیر کارتون. زیر کارتون رو حتما ساهان کشی کنید. بچه این پوست دستمه، میبینید این پوست دستمه. این لبه ها که نداشت و ما مواد گذاری کردیم، الان باید این قسمت ها رو ساهان کشی کنیم. نم ساهان کشی زیر کار. حتما زیر کارتون رو ساهان کشی کنید. این میشه ضخامت لبه آزادمون که باید ضخامتش در همین حد باشه، کلوف نباشه، خیلی هم نازک نباشه و ساید وال هامون به اندازه مواد داشته باشه. اینجوری میگیرم که قشنگ ببینید. خب حالا با پد و کلینزر کاملا تمیزش میکنم و هر لاکشری که دوست داشته باشید میتونید بزنید. کجا بشین، هنوز انتهای کار رو ندیدی. قبل از اینکه انتهای کار رو ببینیم خواستم یه توضیح بدم راجع به کامنت هایی که برام میذارید. دخترم من سعی میکنم به اکثر کامنت ها جواب بدم، اما یه سری از کامنت ها کاملا تخصصی هستن و توضیحشون خیلی مفصله. خودتون رو بذارین جای دوستاتون که این دوره ها رو گرفتن، اشحاف میشه در واقع در حق اون دوستاتون. بنابراین تا جایی که راه داشته باشه من کامنت ها رو جواب میدم. باز اگر سوالی چیزی داشتین حتما تو کامنت ها ازم بپرسین. لایک و سیو و کامنت یادتون نره، برای دوستاتونم بفرستین. بریم برای انتهای کار. الان یه لاکشلم میزنم روش که بهتون نشون بدم. خب یه نارنجی خوش رنگ بزنم.
یه قلمه طراحی بر میدارم. خب ریشه کارم با قلم تمیز لاکشل میزنم، این برم همینطور. خب 60 ثانیه یووی. خب مجدد یه لایه دیگه میزنم. بچه لاکشلاتون رو کاملا نازک بزنید برای اینکه قشنگ خوش شه. خب چک میکنم همه طرفش لاکشل داشته باشه و یه دست باشه. میذارم یووی. خب انتها تاپ میزنم. و 60 ثانیه یووی. خداحافظ.